پسر کامنت گذاشته که من فقط یه دوست دختر دارم. 18 تا دختر رفتن زیرش نوشتن مرسی فقط با منی. چی یه زمانی هم بود که روش همسریابی خیلی سنتی به صورت منوئل بود. جلو مدارس دخترونه تک چرخ می‌زدن با موتور. اونی که کمتر زمین می‌خورد اون زنشو پیدا می‌کرد بالاخره، چون می‌دونه اصلا آدم با عرضه‌ایه، به این راحتی‌ها تو جوب نمیره. پسر میگم مشکل اصلی من مشکل مدل ریش من با مخاطبین خاصمه، چون یکیشون تریش دوست داره، یکیشون شیشتی، اون یکی ریش کامل. دیدی یه زمانی سیروان خسروی اومد ریش گذاشت، دیگه همه رفتن ریش‌ها اینقدی و هم زیاده روی‌ها. پسر اینقدر ریشاش بلند شده بود زیر پاش میاد، من تو جیبش میذاشته باره. ما بالاخره نفهمیدیم ازدواج کار خوبیه یا نه. میگفت تا زمانی که ازدواج نکردی تمام آدمای متأهلو که میبینی همه شاد و خوشحال خوشبخت، همین که ازدواج میکنی همه مجردا شنگولن، آدم میمونه این ور درست میکنه.